زنان و مادران ناحیه عبدالرحمن جامی در دایره تجلیل جشن 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری با انواع گوناگون شیرینی، کلچه قندها، نانهای گوناگون حجم، کلچه، فطیر، گردچه، چپاتی که محصول دستان مهرآفرین آنها میباشد به این قسم نظامی آمده خاطر سربازان را بالیده گردانیدند. در آشخانه این قسم نظامی تمام شرایط برای سربازان مهیا بوده. مادران تلاش بر آن نمودند که خانه ادانه سربازان را از مسنود دستان آنها گسترده باشد. معاون رئیس ولایت ضمن واخوری با سربازان تاکید نمود که در شرایط امروزه قوه‌های مسلح یکی از رکن‌های مهم دولتداری ملی و سپری با اعتماد وطن عزیزمان به حساب رفته مرد کشور را از همه گونه خطر و تضادهای زمان امروزه امین نگاه می‌دارند. ارتش ملی در شرایط بسیار وزنین سیاسی و اقتصادی کشور تأسیس داده شد که با جهد و کوشش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت مملکت تدریجاً استوار گردیده امروز با کادرهای صاحب اختصاص و صاحب دانش و ملکه بلند کسبی، تکنیک و تجهیزات معاصر تامین می‌باشد. در ناحیه عبدالرحمن جامی همه ساله صف جوانان دلیر و شجاع و صف قوه‌های مسلح جمهوری افزوده آنها کوشش می‌نمایند که همچون فرزندان شجاع وطن صدقاً مرز بوم کشور را محافظت نمایند. و سربازان و افسران کتاب‌های سروری دولت و شماره زیادی ادبیات بدیعی را تقدیم نموده تاکید داشتند که مطالعه کتاب پیش از همه در بلند گردیدن سویه دانش و غنی گردیدن جهان معنوی هر یک انسان نقش ارزشمند دارند. از این دستاوی سربازان اظهار قناعتمندی نموده دعوت به عمل آوردند که آنها همچون جوانان روحن و جسمن آبوتاب یافته میتوانند آرامی کشور را پیوسته حفظ نمایند. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و دیگر مهمانان از بینای تعلیمی این قسم نظامی به خصوص کتابخانه دیدن نموده تاکید داشتند که تمام شرایط بهر سربازان در این قسم نظامی با دستگیری های بی‌واسطه سروری دولت مهیا می باشد. کتاب های موجوده را سربازان در ساعت های معین مطالعه نموده درس صداقتمندی را به آب و خاک این دیار از بر می نمایند. در این قسم نظامی مسابقه های گوناگون ورزشی از قبیل والیبال، ششکه و شاهمات به راه مانده شده است که همه روزه این حامیان وطن در آن فعالانه شرکت می نمایند. در قسمت فرهنگی این چهاربینی سربازان با سرودهای وطنداری برآمد نموده 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را زینت خاصه بخشیدند. خوشحالی آنها از حیات آرام و آسوده این سرزمین بیشت آسا بشارت می دهد. در ادامه این چهاربینی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت در ساعت تربیوی تحت عنوان صداقت وطنداری از مؤسسه تعلیمی رقم 62 ناحیه دیدن نموده از دستگیری‌های روزافزون سرور دولت نسبت تعلیم و تربیت نسل امروز و نقش رهبری سطح عالی کشور در تحکیم صلح و ثبات ابراز اندیشه نمود. گفته شد که نسل امروز را باید در روحیه احساس بلند وطنداری تربیت نموده همچون فرزندان وفادار این سرزمین به وای رسانیم تا اینکه آنها با عمل‌های نیک و سازنده افتخار این وطن و ملت باشند. خوانندگان بابت گرامی داشت ارزش‌های عالی استقلالیت صداقت به وطن را طریق پارچه های نثری و نظمی پیشکش مهمانان گردانیدند. جهت زبان آموزی و طریق مرکز ملی تستی به دانشگاه و دانشکده های عالی کشور داخل شدن نسل امروز که از غمخواری های رهبری سطح عالی کشور نسبت نسل آینده ساز کشور می باشد اندیشه های سالم و سازنده بیان گردید. سپس در صحن قصر فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی جوانان لیاقتمند ناحیه با اجرای مشق‌های دفاعی حربی همگان را باور می‌کناندند که آنها در آینده همچون فرزندان دلیر و توانا می‌توانند با زیرکی و هوشیاری چست و چالاکی مخصوص سرزمین بهشت آسایمان را از همه گونه خوف و خطر امین نگاه می‌دارند. در تالار قصر فرهنگ ناحیه کنفرانسی تحت عنوان قوه‌های مسلح جمهوری شاهستون دولت صاحب استقلال دایر گردید. نماینده اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یادآور گردید که خدمت به وطن وظیفه هر یک جوانمرد وطنخواه و وطن دوست بوده تامین آرامی و آسودگی یک پارچگی کشور از فعالیت قسم‌های نظامی سخت وابستگی دارد. جوانان وطنخواه و وطنپرور باید زیرکی سیاسی را از دست نداده همچون سپری با اعتماد وطن در تحکیم آرامی و آسودگی کشور سهم مناسب خود را گذارند.
گفته شد که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی به حساب رفته از روزهای اول تأسیسیابی وظیفه‌های مقدس و پرشرف حمایت صاحب اختیاری دولت امنیت به دوش آنها واگذاشته شده است. امروز خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح جمهوری از عهده رسالت تاریخی خود جوانمردانه و سربلندانه برآمده و اعتماد و احترام مردم تاجیکستان را سزاوار گردیدند. با سعی و تلاش‌های حکومت جمهوری فراهم آوردن زمینه‌های حقوقی، آماده نمودن متخصصان و کادرهای بلند اختصاص روانه گردید که امروز در رشد جامعه تحکیم صلح و ثبات نقش بزرگ دارند. در جنبست این واخوری به بهترین اشتراکداران آزمون وطن پرور و صداقت وطنداری با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی ریاست معارف ولایت، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت قدردانی گردیدند. جنبست آزمون وطن پرور نشان داد که جای اول نصیب اشتراکداران مؤسسه تعلیمی رقم 3، جای دوم نصیب خوانندگان مؤسسه تعلیمی رقم 6 و جای سوم را سزاوار شدند اشتراکداران از مؤسسه تعلیمی رقم 32.